Hello? Sorry? Can you put your mask up? My mask, it's up. You have to put it over your nose. Sir, it's over my nose. Oh, wow, that is too cool. You like that? Yeah, this is how we roll. این هفته خبر تو خبر داره براتون از وضعیت دلنگون عظما در مواجهه با جامعه بین‌المللی و باد و بلوف‌های خرچنگ نظام در تله تحریم‌ها. یه دروغ و مغلطه‌ای هم این روزها آمریکایی‌ها مدام میگن که ایران برگرده به برجام. میگن پیش میزنه که پس نخوره. شما از برجام خارج شدی، رئیس جمهور شما از برجام خارج شد، به ما میگید برگرده به برجام، ما به شما میگیم برگردید به برجام. برنگشتید، رفتار ما همینه. بعد از شنیدن این حرفا شما خودتون قضاوت کنید که این گاوتره یا احمد خاتمی. شیخ فری هم که از مدت‌ها قبل دلش رو برای نتایج انتخابات آمریکا صابون زده بود، این روزا دوزاریش افتاده که این توبه میری از اون توبه میریان نیست و وضعیت به قبل بر نمیگرده. البته هنوز هم در این دولت جدید ما آثار جدیدی و حسن نیتی رو ندیدیم. در کلام البته کلامشون تغییر کرده، اما اون چه مهمه عمل هست. باید در مقام عمل ببینیم که چه کار میکنن و چجوری میخوان جبران کنن اون جنایت رو. شیخ فری فکر میکرد که میتونه از روی بحرانهای نظام بپره و خودش رو نجات بده، اما یه چنین بلایی سرش اومد. در هفته‌ای که گذشت آخوندها مراسم سالگرد 22 بهمن رو هم برگزار کردن و تا دلتون بخواد سوتی دادن. یه نمونهش این باباست که میخواست به سبک فیلم تنت برگرده به سال 57، اما اینجوری شد. امسال به خاطر کرونا آخوندها نتونستن گله های بسیجی های ساندیس خور رو راهی خیابونا بکنن و عظما در حسرت راهپیمایی های سال قبل بود. با این حال جنگ و دعوای گورکا حتی در مراسم سالگرد 22 بهمن خودشون هم بیرون زد. اسرائیل یه بار بگیم و یا آمریکا بگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. یعنی میخوام بگیم مرگ بر اسرائیل. حالا یه بار خدا بکنید به ایمان خدا این وسط نمیدونم چیه، به یاد ایمان خدا الله اکبر. این هم از اقتدار پوشالی عظما در 42مین سال عمر نظامش. Dua, tiga. Yo, bagus. Enggak. Lepas. توی این اوضاع و احوال خالی بندی ها و ژست‌های شیخ فری هم ادامه داره و هر بار با یه فیگوری تلاش میکنه تا خودش رو از خشم مردم در ببره. طلب عفو میکنم از مردم و به مردم میگویم که اگر توطئه خارجی نبود امروز شرایط خیلی بهتر را در ایران شاهد بودیم و ما به همه آرزوهامون دست یافته بودیم. حالا بشنوید از این امام جمعه پاچه‌خوار عظما که در فاز پایانی حکومت ولایت تازه یادش افتاده که توری پردازی کنه. نظریه سیاسی ولایت فقیه
در واقع به منزله طرح نوین در مجموعه نظام‌های بین‌المللی تونست که خط بطلان بر تئوری و نظریه بی اساس جدایی دین از سیاست بکشد. از این رو پیروزی انقلاب اسلامی دریچه‌ای جدید به روی اندیشمندان و صاحب نظران سیاسی باز کرد و این تفکر غلط رو که دین نباید در سیاست دخالت کنه به چالش کشید. این پیازچه عمامه‌دار یادش رفته که امام دجالش وقتی به ایران اومد چه خالیهایی بسته بود. اینهایی که با حکومت فقیه مخالفند، با اینکه الان هم در قانون اساسی که درست کردن قضیه حکومتی نیست بکار. اصلا اسلام حکومت نداره. اسلام اینطور نیست که یه حاکمی مثل آقای هیتلر داشته باشد اونجا، مثل آقای کارتر که نظیر هیتلر است داشته باشد اونجا و سرکوبی کند همه را بزند و بکوبد. اصلا این چیزا در اسلام مطرح نیست. آخوندا امسال هم یه جشنواره زجر را انداختن تا باهاش سر خودشون و نوچه هاشون رو گرم کنن، اما نتیجهش این شد. چون ما این 16 فیلمی که الان داریم میبینیم اگر برآیند سینمای ایران این باشد واقعا یه فاجعه است. من میخوام بگم آقا دوست عزیز، دبیر محترم، وزیر ارشاد، هر کدوم شما در آستانه ورود به قرن جدید چه پیشنهاد سینمای شما برای مردم قرن جدید داره؟ چه نگاه درستی به گذشته داره؟ وقتی شما بیای عنان این انتخاب‌ها رو بسپرین به این تعداد آدم و با یه سلایق نزدیک به هم و متاسفانه بعضیا دارای فیلم‌های شکست خورده، یعنی به شدت غیر دموکراتیک عمل شده، اصلا به عقل به شدت بسته و به شدت نومید. نه فقط توی فیلم ها نومید، نوع سازماندهی نومیدانه است. شادابی و شعف توش نیست. درست که ما یه جشنواره هنری هستیم، جشنواره فیلمیم. حالا برای اینکه بدونید این فاجعه‌ای که اسمش رو گذاشتن سینما توسط چه جانورانی ساپورت میشه، به حرفای این پاسدار فیلم باف گوش کنید. حاج قاسم ملاقات‌های متعددی با هنرمندا داشتن چون موضوع برنامه حوزه هنر هست. مثلا با 8 تا از کارگردانای درجه 1 آقای حاتمی کیا و آقای مجیدی، آقای میرکریمی و خیلی از آقای کمال تبریزی یه دیدارشون اینجوری بود. قبل از پایتخت ایشون از من خواستن که تیم به اصطلاح پایتخت رو میخوان ببینن و حرف بزنن، یعنی قبل از حتی وارد تولید شدن که آقای سیروس مقدم به اصطلاح هماهنگ شدن با ایشون یک صبحانه ای رو، یعنی ملاقات‌های متنوع داشتن. حتی بعضی از چهره‌های شاخص که میشناسید و مردم خیلی دوستشون داشتن تو نوبت قرار گرفته بودن که حاجی میگه من اینا رو دوست دارم ببینم. حتی پایتخت 5 هم باید عرض بکنم به پیگیری ایشون بود، به وقت شام هم با پیگیری ایشون بود. یعنی حاج قاسم پیگیری کردن و خواهش کردن که آقا حتما ساخته بشه. آخوندا مثل پارسال گذاشتن تا برنامه‌ها و مراسم‌های مسخره‌شون تموم بشه و بعد از ویروس جدید خبر دادن. پیش بینی کرده بودم از ورود ویروس موتاسیون یافته و اینکه این ویروس علی‌رغمی که انگلیس‌ها به دروغ در روزهای اول گفتن فقط 30% تا 70% ممکنه قدرت سرایتش بالا رفته باشه، بنده به صراحت به همکارانم عرض کردم که این قطعاً هم قدرت سرایت چند برابره و همین که قدرت بیماریزایی و مرگ و میر این ویروس به مراتب بیشتر از چیزی که دارن انگلیس‌ها میگن. این هم راه حل عظما برای مقابله با کرونا. واکسن تایید شده رو ممنوع کرده، بعد به مردم وعده واکسن‌های هندی و روسی میده. ورود دومین محموله واکسن روسی به کشور طبق وعده مقامات روسی، مرحله دوم از محموله خریداری شده توسط ایران امروز با یک پرواز اختصاصی به تهران ارسال شد. واردات 2 واکسن باهارات بیوتک هند و سینوفارم چین در دست بررسیه. این مشنگ مریخی هم کلی فکر کرد تا یه جمله متفاوت در مورد نظام ولایت بگه، اما نتیجهش این شد. یعنی کارنامه انقلاب اگه از زاویه آزادی بیان و آزادی عملکرد گروه‌های مختلف سیاسی بررسی بکنید، الان میگید نمره قبولیه و همینه. و ما همینجوری باید می‌آمدیم. وضعی که ما از این نظر داریم، نظر سیاسی، شما مقایسه بکنید با کشورهای دیگه، به من
رتبه‌ای که ما داریم خیلی کشورها ندارن. ما خودمون قدرشو نمیدونیم. مثلا من اگه بخوام با فرانسه مقایسه کنم که شما مثلا درس خوندید اونجا، میتونم بگم که ما نه اون میزان از آزادی بیان و آزادی گروه سیاسی رو نداریم. اصلا قابل مقایسه نیست. این آزادی بیانی که الان در جمهوری اسلامی وجود داره در فرانسه نیست. منظورش اینه که همه آزادن برای عظما پاچه‌خواری کنن، حتی مامورای صادراتی با این سر و وضع. خب اول از همه اینکه این تیشرتی رو که امروز پوشیدم دارین میبینین، عکس رهبر عزیزمون روش هستش و این هم یکی از همون تیشرتایی هستش که در ایران دادم برام، روشو عکس رهبر رو پرینت کردن و این تیشرت هم خیلی دوستش دارم و خب حالا اون تیشرت رو شستمش، خب باید بشورم و این چیزا. در هر صورت این رو امروز پوشیدم که بدونین که چقدر رهبر رو دوست دارم و این تیشرت رو با افتخار تنم میکنم و بهش مینازم و میبالم و پوز میدم باهاش. امیدوارم که شما هم همین کارو بکنین و یادتون باشه این انگشتر عقیق رو، این نماد مکتب قاسم سلیمانیه و این مکتب یه مکتب بسیار زیبایی هست. در پایان توجه شما رو به یک گل استثنایی در فوتبال جلب می‌کنیم که هنوزه کسی نتونسته بفهمه جریان چیه. این گل به گل روح معروف شده. So with the corner, the save. He does make his mark. Kiesling gets his goal, and Bayer Leverkusen lead 2-0. This is a man that has scored double figures in 4 of the last 5 seasons. Top scorer in the Bundesliga last season, and he puts Leverkusen 2-0 up at Hoffenheim. I think he actually felt he didn't hit the target there. It was a wonderful header. Brilliant. Oh, I think he didn't actually go in. Did this hit the side netting? I don't think it went in. I think he knew himself as well. It looks like he's gone through the hole in the net. That's not a goal. How does this end up in the back of the net?